بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، موحد کسی است که دو عید دارد: عید قربان و عید فطر، و در این دو عید خرسند و خوشحال است و دو این عید را جشن میگیرد و خرسندی میکند، اما دیگر عید ندارد. باقی مانده دیگر عیدهایی که عید کفار است، به اون عیدها حاضر هم نمی شود، جشن هم نمی گیرد، خوشحالی هم نمی کند، هدیه هم نمی دهد و هدیه هم قبول نمی کند و کسی را به عید کفار تبریک نمی کند. پس برادرم و خواهر موحدم، در رو بروی تو عید میلادی، عید کفری، عید شرکی از دین نصارا وجود دارد که بعد از یک چند روز حتی عده از مسلمان ها که خود را مسلمان می شمارند این عید را جشن می گیرند. جشن این عید حرام است. تبریک کردن به این عید حرام است. حاضر شدن به زیر این ارچه ها و این و آن حرام است. حاضر کردن فرزندها به این نمود عیدها حرام است. تبریک کردن و هدیه کردن و این همه حتی نسبت کفار هم حرام است. یک مسلمان حق ندارد که یک کافر را تبریک بر روز عید میلادی بکند. عید میلاد چیست؟ از نظر خریستیان ها، از نظر نصارا، عید میلاد تولد شدن یک اعوذ بالله الهشان است. سبحان الله. نصارا میگوید الله فرزند دارد. نصارا میگوید، همین خریستیان ها میگوید فرزند الله همون عیسی است. و همین روزی تولد شدن فرزند اعوذ بالله الله را نصارا میگد ما جشن میگیریم. عده از نصارا غلو کرده خود عیسی را الله میگوید و همین روز را عید میگیرد. پس تو چگونه مسلمان هستی که می آیی و این عید نصارا، این عید شرکی و این عیدی که روز تولد گویا خدای معبودی الهی نصارا و خریستیان ها است این را جشن میگیری؟ چگونه تبریک میکنی؟ یک مسلمان یک خریستیان را، یک نصارا را، یک یهود را، یا بگیم این اهل کتاب را تبریک میکند به عید میلاد. یعنی چی میدانی؟ چی تبریک میکنی؟ تبریک میکنی به این که مبارک باشد که به شما یک اله امروز تولد شده بود، مبارک باشد به این که عیسی فرزند الله هست، مبارک باشد به این که عیسی اعوذ بالله اله هست. به همین تبریک میکنی؟ البته این کفر است و شرک است. برای مسلمان جایز نیست که به این عید کسی را تبریک کند، حاضر شود، جشن بگیرد، چرا که جشن گرفتن این عید دشنام دادن الله است، سب الله است. والعیاذ بالله. چگونه یک کافر را تبریک میکنی در حالتی که الله را دشنام داده شده است به واسطه همین عیدش؟ پس به نهایت به دین خود اهمیت بدهید، دین خود را حفظ بکنید. این دین است. مسئله دین است. مسئله اعتقاد و عقیدوی است. این شوخی نیست. باید مسلمان به دین خودش عزیز باشد. باید مسلمان به دین خودش خرسند باشد. باید نترسیده، خرسندانه، عزیزانه عزیز دینش را آشکار بکند. بگوید من مسلمانم، من از این دینها، از این عیدها بیزارم، کسی را تبریک و هدیه و این آن نمی کنم. پس این است مسلمانی، این است عزت، این است توحید. اما امروز متاسفانه بسیار انسان‌های را دیده می شود که به نام مسلمان است، در وقت عید مسلمانی خواب بود، در وقت عید مسلمانی عزاداری میکرد، در وقت عید مسلمانان عید فطر و عید قربان اصلا به یادش نآمده بود که این روز عید است. عید مسلمان ها را اصلا جشن نمی گرفت، فراموش کرده بود. اما وقتی که عید میلاد،
عید تولدی اعوذ بالله اله معبود خدای خریستیان ها می باید، در این وقت این مسلمان از خوابش بیدار می شود، این عید را مثل عید خودش جشن می گیرد، چندین روز پیش آمادگیری را شروع می کند، به زن و فرزندایش هدیه می خرد، همه را هدیه می دهد، کفار را تبریک می کند. به عید کی؟ به عید نصرانی ها، به همون عیدی که نصرانی ها اعتقاد دارد که در همین روز خدایشان تولد شد، به عید دشنام الله و رسولش. والعیاذ بالله. برای همین است که علما جشن گرفتن این عیدها، جشن گرفتن عید کفار را حرام کرده و حتی از کفر شرک دانستند. و همچنین دیگر عیدها، عیدهای جشن گرفتن عید مجوسی به مانند نوروز، که علما این جشنگیری را هم جشنگیری شرکی و کفری گفتند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جشن گرفتن این عید هم یعنی حق دانستن همون دینی مجوسی، حق دانستن همون آتش پرستی است. برای همین یک هدیه دادن در این روز را علما کفر اعلان کردند و اینچنین در روزی این عیدی میلاد. پس بارک الله فیکم، از این مخالفت های شرعی و از این کفریات دور باشید و دین خود را حفظ بکنید. بارک الله فیکم و حیاکم الله.